به نام خدا. دوستان عزیز سلام، انجینر لبیب هستم و در این جلسه روی ضرب اعداد کامل بحث میکنیم. اگر شما به ضرب اعداد کامل علاقمند هستین جلسه را تا پایانش تعقیب کنید. در تعریف ضرب اعداد کامل ما میگیم که کوتاه‌ترین روش جمع کردن اعداد مساوی را ضرب گویند. خیلی مهم است که عمیق شویم در تعریف ضرب. دوستا، کوتاه‌ترین روش جمع کردن اعداد مساوی را ضرب گویند. شما همیشه شنیدین که ضرب در لغت زدن را گویند و در اصطلاح ما اصلا با زدن و چیزا سر و کار نداریم. دوستای عزیز، ما تعریف اصطلاحی را که در ریاضی وجود داره به شما اینجا مطرح کردیم و اصلا به ما اهمیت و کاربرد هم تعریف اصطلاحی داره. در مثال ها واضح میسازم براتون. ببینید در اینجا ما 4 دانه 3 را داریم. 3 جمع 3 میشه 6، 6 جمع 3 میشه 9، 9 جمع 3 میشه چی؟ 12. شما میبینین که ما در اینجا چند دانه 3 داریم. حساب میکنیم 1 دانه 2 دانه 3 دانه 4 دانه 4 دانه 3. یعنی اینمی علامه ضرب باید ما دانه بخوانیم تا در ذهن ما مفهوم ایجاد شود. 4 ضرب 3 یعنی 4 از زدیم در 3. شاید در فرهنگ عربا کدام مفهومی داشته باشه که بین اون مردم رواج است، اونا مفهوم میگیرن، ولی به زبان فارسی و پشتو زبانایی که در وطن ما مرسوم است به این زبان‌ها اصلا زدن دیگه معنا نمیگیره. اینجا به خودش به ما اصلا معنا ایجاد نمیکنه. خوب است ما بگیم دانه 4 دانه 3. حالا ما بفهمیم چی میگیم، از چی قرار است بحث بکنیم. ما در اینجا 5 داریم، قرار است جمع بکنیم. 5 جمع 5 10، 10 جمع 5 15. خب ولی اگر به ضرب تبدیل بکنم ما چند دانه 5 داریم؟ 1 دانه 2 دانه 3 دانه 3 دانه 5 یعنی 3 دانه 5 که 3 دانه 5 هم باید دیگه، چون اینجا ما جمع کردیم 15 شده، 3 دانه 5 هم باید 15 شود. 4 دانه 3 هم باید 12 شود. دوستان ما اینجا 4 داریم در حالت جمع، تمامشان مساوی هستند. 4 جمع 4 8، 8 جمع 4 12، 12 جمع 4 16. ولی اگر به ضرب تبدیل کنیم میگم 4 دانه 4. تعدادش حساب کردم 1 2 3 4 4 دانه 4. 4 دانه 4 هم باید چی شود؟ 16 شود، یا همون 4 ضرب 4 16. در اینجا شما میبینید تمام عددها با هم مساوی هستند، در حالت جمع قرار دارند. 5 جمع 5 10، 15 20 25 30 35. این میشه 35. ولی اگر به ضرب تبدیل کنم این اعداد مساوی است، در حالت جمع است. کوتاه‌ترین روش جمع کردن اینمی اعداد مساوی را ضرب میگن. ما عملیات جدیدی را به نام ضرب ایجاد کردیم. ضرب یک حالت خصوصی جمع است. کدام حالت خصوصی جمع؟ هرگاه اعداد مساوی در حالت جمع باشن و تعدادشان خیلی زیاد باشه ما از عملیه ضرب استفاده میکنیم و این را تبدیل کردیم به عملیه ضرب. چه قسم تعدادش حساب میکنیم؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 دانه 5. شما میبینید این بالا 7 دانه 5 است دیگه. این را ما باید بخونیم 7 دانه 5. صبر کنید میره نوشته بکن دوستا. 7 دانه 5. این قسم باید بخونیم 7 دانه 5. 7 دانه 5. خب 7 دانه 5 چی باید شود؟ شما 7 دانه 5 جمع کردین 35 شد، باید 7 دانه 5 35 شود، یا 7 ضرب 5 35. اینجا ما اعدادی را داریم که با هم دیگه مساوی نیست. ها یا میتونیم به ضرب تبدیل کنیم؟ نه خیر. چرا؟ ما تعریف کردیم کوتاه‌ترین روش جمع کردن اعداد مساوی. حالا اگر ما این اعداد را قرار باشه جمع بکنیم، چون اینا مساوی نیستن نمیتونیم به ضرب تبدیلشان بکنیم. خب این را جمع میکنیم. اول ببینید دوستان، 1 جمع 2 3 جمع 3 6 جمع 4 10 جمع 5 15 جمع 6 21 جمع 7 28 جمع 8 36 جمع 9 45 جمع 5 میشه 55. اگر ما به یک روش بیایم اینا رو به اعداد مساوی تبدیل کنیم بعد میتونیم به ضرب تبدیل کنیم. از خاصیت اتحادی جمع استفاده میکنیم. ما ترتیب جمع کردن را تغییر میدم. میایم عدد آخری را با اولی جمع میکنم 11 میشه. 9 را با 2 جمع میکنم میشه 11. 8 را با 3 جمع میکنم میشه 11 و 7 را با 4 جمع میکنم میشه 11. 5 را با 6 جمع میکنم میشه 11. باید تمام اینا با هم دیگه دوباره جمع شوند تا حاصل جمع به دست بیاید. حاصل جمع 2 دانه اول و آخری شد. حاصل جمع 2 9 این شد. به همین ترتیب ما 2 عدد جمع کردیم 5 دانه 11 به دست آمد. اگر تمام اینا را به جمع بکنم باید با حاصل این اعدادی از 1 الی 10 برابر باشه. حالا ما تونستیم که 10 عدد غیر مساوی را به 5 عدد مساوی تبدیل کنیم. اینا را جمع میکنیم.
11 جمع 11 22 جمع 11 33 جمع 11 44 جمع 11 55. حالا قابلیت تبدیل شدن به ضرب را دارد. چرا؟ به دلیل ای که اعداد تمامش مساوی است. 1 دانه 11 2 دانه 3 دانه 4 دانه 5 دانه. میگیم 5 دانه 11. خب 5 دانه 11 باید چی شود؟ ما جمع کردیم 5 دانه 11 55 شد. پس 5 دانه 11 باید 55 شود. یعنی ما از تعریف ضرب باید مفهوم دانه در ذهنمان تداعی شود. دوستان عزیز، در اینجا بعضی از مثال ها آمده 4 دانه 2. دوباره اگر ما به جمع تبدیل کنم از مفهوم ضرب استفاده میکنم. 4 دانه 2 به این معنا که یعنی 1 دانه 2 2 دانه 2 3 دانه 2 و 4 دانه 2 در حالت جمع. خب معلوم دار است که میشه 8 دیگه. 5 دانه 4 یعنی 1 دانه 4 2 دانه 4 3 دانه 4 4 دانه 4 و 5 دانه 4. 1 2 3 4 5. حالا اگر 5 دانه 4 نمیفهمی چند میشه، 5 دانه 4 جمع کن دیگه. 4 جمع 4 8 12 16 و 20. به همین ترتیب 3 دانه 20 معنای چیست که 1 دانه 20 جمع 2 دانه 20 جمع 3 دانه 20 میشه 60. ضرب های زبانی را باید بیاموزیم که از این مفهوم عملیه ضرب در اونجا استفاده میشه. قسمی که ما در اینجا داریم 7 ضرب 5 35. ما اگر 7 ضرب 5 35 را حفظ بکنیم و به همین ترتیب ضربای زبانی عدد 2 3 4 5 6 7 و 8 و 9 اینا را همش حفظ بکنیم که در عملیه ضرب به ما کمک میکنه. گفتم ضربای زبانی را اگر نمیفهمین 7 ضرب 5 چند میشه، شما 7 دانه 5 جمع بکنین نتیجه 35 میشه. بعد از اون میفهمین که 7 5 باید 35 شود. و جدولا رو خودتون میتونید ترتیب بدین. دوستان عزیز، جدولا رو چه قسم ترتیب میتین؟ 2 ضرب در 1 یعنی 2 دانه 1، 2 ضرب در 2، 2 ضرب در 3، 2 ضرب در 4، 2 ضرب در 5 بالاخره تا 2 ضرب در 9. این میشه ضرب زبانی 2. به همین ترتیب 3 ضرب در 1، 3 ضرب در 2، 3 ضرب در 3، 3 ضرب در 4 بالاخره تا 3 ضرب در 9. این میشه ضرب زبانی 3. 4 ضرب در 1، 4 ضرب در 2، 4 ضرب در 3 ادامه میتیم تا 4 ضرب در 9. دوستان این میشه ضرب زبانی 4. شما تا کجا ادامه باید بتین؟ تا 9 ضرب در 1، 9 ضرب در 2، 9 ضرب در 3 بالاخره تا 9 ضرب در 9 را باید که ضرب زبانی 9. جدولا را ترتیب بتین، جوابایش را دریافت بکنین و کوشش بکنین اونا را حفظ بکنین تا ما را در عملیه ضرب که بعداً مثالایش در جلسه بعدی ان شاء الله کار میکنه کمک کنه. شما اگر علاقه‌مند هستین که روش‌های عملیه ضرب که ما بر روش افقی و سطری سوال ضرب حل میکنیم یاد بگیرین، جلسه بعدی را حتما تماشا کنین. تا جلسه بعدی شما را به الله یکتا میسپاریم. الله یار و مددگارتون.